اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و خوش آمدید به نشر نوبتی اخبار آزادی. سلام بینندگان عزیز، امروز 15 می این موضوع را مطرح خواهیم کرد. ما نباید از حد گذرانیم. ولادیمیر کالاکولتسف وزیر کارهای داخلی روسیه از مهاجران حمایت نمود. ما نباید به افزایش بیگانه‌ستیزی و به سبب استفاده بردن چاره‌های تاثیررسانی نسبت به این شهروندان اجازت دهیم. مجلس نمایندگان با قبول یک سند ایدگردکی کودکان را در تاجیکستان منع کرده است. وقتی که دولت نساخت، مردم دهه در دیوشتیچ به حشر برآمده و برای خود بیمارخانه می‌سازند. 4 میلیون سومانی حاضر مبلغ به حساب ما اومدگی دست کمیته محله با. از فرودگاه ونوکوای روسیه 10 نفر زادگان تاجیکستان را به وطن بازپس گرداندند. کاربران رادیو آزادی با فرستادن نوار گفتند دیروز برایشان اجازه ورود به خاک روسیه را ندادند و بعد تقریبا 2 شبانه روزی نگهداری در فرودگاه به تاجیکستان برگرداندند. هفته‌های گذشته مقامات تاجیکستان از ساکنان خواسته بودند به ضرورت به روسیه نروند. در همین حال وزیر کارهای داخلی روسیه گفته است نباید اجازه داد که در این کشور بیگانه‌ستیزی در نسبت مهاجران اوج بگیرد. تفصیلات در گزارش همکارم مومن احمدی. وزیر کارهای داخلی روسیه خواستار جلوگیری از افزایش بیگانه‌ستیزی و سرکوب بی اساس مهاجران شد. با قول ولادیمیر کالاکولتسف تنها 4% جنایت‌ها در روسیه از جانب مهاجران صادر می شود. وزیر گفت دشمنان خارجی روسیه تلاش دارند در این کشور عداوت قومی را برانگیزند. او در این باره در جلسه شورای فدراسیون سخن کرد که در آن هیئت حکومت نو بررسی شد. یک عضو این شورا سوال داد که در روسیه وقتهای اخیر دعوت سخت‌تر کردن سیاست مهاجرت پیوسته صدا می‌دهد. جامعه را مشکلات جنایتکاری میان مهاجران به تشویش آورده است. تقریبا همه روزه درباره محدود کردن ورود مهاجران و پرزور کردن نظارت در این سمت درخواست می شود. اندیشه های نیز صدا می دهند که به ما مهاجران کاری در کار نیستند. شما در این باره چی فکر دارید؟ در پاسخ کالاکولتسف شرح داد که وزارت کارهای داخلی تنها به نظارت بود و باش و پیشگیری جنایت‌ها در بین مهاجران مشغول است. اگر در 3 سال اخیر مقامات در مجموع حدود 30 قانونی را که بود و باش شهروندان خارجی در کشور را تنظیم می‌کند قبول کرده باشند، از 1 حصه آنها با تشبث همین نهاد صورت گرفته است. در همین حال با گفته وزیر سطح جنایت در میان مهاجران پست است، ولی بعد حمله تروریستی در کراکوس جامعه نسبت مهاجران حساسیت نشان می‌دهد. ما نباید به افزایش بیگانه‌ستیزی و به سبب استفاده بردن چاره‌های تاثیررسانی نسبت به این شهروندان اجازت دهیم، زیرا دشمنان استراتژیمان همین گونه برخورد را از ما منتظرند. آنها انتظارند که وضعیت در داخل کشور متشنج شود. در عین زمان معاون وزیر کارهای خارجه روسیه در محفل تحلیلی والدای گفت روسیه با کشورهای شریکش در آسیای مرکزی کار میبرد تا در بخش مهاجرت هیچ راه برای وارد شدن عقیده‌های افراطی وجود نداشته باشد. میخائیل گالوزین افزود تاکنون بازار کار روسیه برای مهاجران از آسیای مرکزی یگانه باقی میماند. با گفته این مقامدار روس همه ساله از حساب پول مهاجران کاری میلیون ها خانواده در قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان زندگیشان را پیش میبرند. ما با شریکان خود برای بهتر کردن همکاری در ساحه مهاجرت کار میبریم، از جمله در سمت آنکه انتخاب مهاجران برای کار در روسیه تنظیم گردد، منفعت همه جانب‌ها به این نوبت گرفته شود و به یک وسیله وارد شوی ایدئولوژی تروریستی و افراطگرایی به کشور ما تبدیل نیابد. در برابر این ما بر اینیم که تروریسم و افراطگرایی مذهب و ملت ندارد. تاجیکستان از جمله کشورهایی است که اقتصادش سخت پایبند پول مهاجران کاری است. چند ماه اخیر و هنوز پیش از واقعه کراکوس شکایت مهاجران تاجیک از فشار و اذیت و اخراجشان از سوی مقامات روس بیشتر صدا می‌داد.
رو میرم به موضوع دیگر. مجلس نمایندگان پالاتای پایینی پارلمان تاجیکستان تغییری را تصویب نمود که برگزاری عیدگردک کودکان در عید رمضان و قربان را منع میکند. بحث تحریر و تکمیل و تغییرات به قانون درباره تنظیم جشن و مراسم روز 8 می در پارلمان صورت گرفته جزئیات آن را نشریه رسمی صدای مردم چاپ کرد. به همین ترتیب در تاجیکستان پوشیدن لباس‌های به فرهنگ ملی بیگانه منع گردیده، در طی معرکه‌ها و استقبال حاجیان محدودیت‌های نو جاری کرده شدند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دینی تاجیکستان در حضور وکیلان گفته است تحریر نو به طلبات زمان جوابگو است و جمله سبب منع عیدگردک را تربیت درست کودکان و تأمین بخطری آنها در روزهای عید رمضان و عید قربان نامیده است. بینندگان عزیز، فردا در این باره گزارشی مفصل خواهیم داشت. شما برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. در شرایطی که تاجیکستان برای قانون‌های سختگیرانه‌اش در بخش رسانه‌ها از سوی سازمان‌های بین‌المللی تنقید می‌شود، پارلمان کشور در صدد قبول قانون نو در این زمینه است. سال‌های اخیر در تاجیکستان نشریه‌های مستقل کشور پر از بین رفته رادیو و تلویزیون‌ها تحت نظارت شدید عملاً زیر سانسور دولتی کار و فعالیت می‌کنند. تا کجا قانون نو می‌تواند وضع را تغییر بدهد؟ در گزارشی همکارانم ارشاد سلیمانی و امیر ایسویف همراه می‌بینیم. نمایندگان پارلمان و جامعه روزنامه‌نگاری 14 می در شهر دوشنبه آخرین تحریر قانون واسطه‌های اخبار عامه تاجیکستان را بررسی کردند. گفته شد این کاملترین قانون خواهد بود که بر پایه تجربه‌های پیشرفته کار رسانه‌های همگانی را در کشور تنظیم خواهد کرد. در ابتدا تجربه کشورهای مختلف منطقه تحلیل سندهای قانونگذاری تنظیم کننده فعالیت واسطه‌های اخبار عامه آموخته شدند و با تحلیل و خلاصه های کارشناسان سطحی بین المللی نیز آشنا گردیده شد. اما برخی از نمایندگان سازمان‌های روزنامه‌نگاری گفتند طرح نو مانع‌های زیادی ثبت نام رسانه‌ها را برطرف نکرد. اگر ما خواهیم که قانون ما قانون معاصر باشد، پیش از همه مسئله بقایدگیری دولتی را به طریق آگاه نمودن مقامات دولتی ثبت کنیم در قانون. یعنی شما میخواهید واسطه اخبار عامه را تأسیس بدید، اسناد خود را آماده میکنید و مقامات وکالت را آگاه میکنید که ما از فلان روز یا فلان سال ما با فعالیت شروع میکنیم. همزمان برای ثبت رسانه نو دیگر معلوماتنامه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان طلب کردن نخواهد شد. جامعه روزنامه‌نگاری به لایحه معیارهای گوناگونی را در بخش آزادی بیان، حقوق انسان، مسئله مدیریت رسانه‌ها و موردهای بحث برانگیز زیادی را پیشنهاد کردند. پیشکش کردن حجت‌ها میتوانند آنلاین هم باشند. با غرض از این در مسئله تبعیض بسیار نکته‌های مهم در آنجا جا داده شده است. در مسئله حقوق کودک بسیار بندهای الهیده هست که جا کرده شده است. مسئله تصنیف بندی سن و سالی است. مسئله حمایه آدمان امکانیت‌هاشون محدود است. مسئله حتما جاری کردن ترجمان سردولوژی برای نفرانی که شنوانیشان سست است در برنامه‌های خبری. مسئله اهمیت بیشتر دادن به پخش اطلاعی که با اقلیت‌های ملی با زبان‌های اونا مناسبت دارند، این چیزها به نظر داشته شده است. در بررسی لایحه قانون نگرانی‌های صدا داد که همیشه پیشنهادهای جامعه بعداً از سوی پارلمان پذیرفته نمی‌شوند. اما مسئولان پارلمان گفتند نظر جامعه این بار جداً به اعتبار گرفته خواهد شد. امروز که نیز ما اطمینان داریم که این محاکمه آخرین خواهد شد و با همین اون پیشنهاد و تکلیف‌هایی که از جانب یعنی نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه پیشنهاد گردیده ایستاده است. البته مورد بررسی خود وکیلان مجلس نمایندگان باز قرار خواهد گرفت. قانون تاجیکستان درباره مطبوعات و دیگر واسطه‌های اخبار عامه هنوز در زمان اتحاد شوروی ماه دکبر سال 1990
زیر فشار جنبش‌های شهروندی تاجیکستان پذیرفته شده بود. بعداً در سال 1997 قانون تنظیم کننده تلویزیون و رادیو به توصیب رسید که بعدها با آن تغییر و الهه ها وارد کرده شد. اکنون با قبول این قانون نو، قانون‌های مذکور به اعتبار اعلان می‌شوند. برنامه را ادامه می‌دیم. بعد چند سال سرگردانی در پی دریافت طبیبی و بیمارخانه، مهاجران و صاحبکاران یک دهه دوردست تاجیکستان عزم کردند که این مسئله را خودشان حل کنند. باشندگان دهه قلعه دوستی نویه دیوشتیچ حالا ساختمان بیمارخانه معالجه نورسان و زایشگاه را سر کردند. تا این وقت آنها چنین شرایط نداشتند و مجبور بودند به منطقه دورتر روند. فرزان محمدی از آغاز کار آنها گزارش می‌دهد. شفاخانه دو آشیانه برای نورسان و هم تولد نوزادان. آن را نه دولت بلکه ساکنان دهه قلعه دوستی نوحه دیوشتیچ با مبلغ بیش از 8 میلیون سامانی خواهند ساخت. بخش اولی سرمایه را اساساً مهاجران و سخاوتمندان ده پرداختند. 4 میلیون سامانی حاضر مبلغ به حساب ما اومده دست کمیته محله و بنابراین اکنون حاضر جوانای ما هم تحصیلات دارند که حرکت میکنند. همین روز تولد جناب با همین تا روز تولد جناب همین به آخر رسانده باید پدرکه کنم. 16 وای دارد پلاتا. تگینی پس احتیاجش این زنان ضعیفان کسلی احتیاج بالاییش برای بچه‌های از خردسال تا 12 ساله. حالا این دهه دارای بیش از 2000 خانواده یگان نهاد طبی ندارد. هرچند بیمارستان را مردم می‌سازد، آنها راضی‌اند که بعداً این بنا مقام دولتی گیرد و در آن متخصصان خوبی ساحه تندرستی کار کنند. من که این کلانی ما خوش کردی نیست شب برف زده قپیده نه چراغ بود نه یک روز سیب چاک برده تولد کردم آمدم نشد عذاب کشیده بودیم. من اینجا شاید خدا صبر داشت کرد هم ماما یک گپ شده گفته طرفدار همین. از روی لایحه مساحت شفاخانه 3301 گیکتر را فرا خواهد گرفت و در پهلوی آن مکتب میانه فعال است. چندی از ساکنان میگویند به اطلاع آنها در راه همشفت بیمارخانه و مکتب دو ساکن همین ده برای بنیاد منزل با قرار رئیس ناحیه زمین نزد حولگی گرفتند. به اندیشه آنها در صورت ساختمان آن به باشندگان ده مانعه های زیاد به وجود می آید. میخواهیم مثال باغچه کودکان شود پگه و یا نیبرای تیم با کلنا یک کار کنن. همش میخواهیم البته شدنش در کار ده. همین زمینای نگیرم میگوییم مونن که مثال می بلنیسه شود باغچه شود مثال آبی و یا ما گذرد خلق و مثال ما طرفدار خلق. این حوضی مثال برای پجرنگ اینا هم مثال دکمنت کرده بده و این ما خلقا خودمون پول توپ کرده اینو وای کردیم. امروز اومده زملمر زمین چین کردیم خیر این مثلا ما 5000 7000 سوم وقتش به پول توپ کردین کردگی گردش به ریشاتکی کردگی اگه بالینسی شود یک کار حال شود یک خونه پجر میشد یک وای میشد تا ودواز جیغ میزنید که تا اغانچی میبیاد ایر میبید قلان سپول تگفته. ساکنان با نامه دست جمعی از روی این قرار مقامات محلی به دادستانی ناحیه مراجعت کردند. دادستانی در جواب کار مقامان را موافق به معیارهای قانونگذاری ارزیابی نموده است. با این وجود ساکنان میگویند که به زینه‌های بالایی نظارتی مراجعت خواهند کرد. اقدام بنیادکاری ساکنان دهه قلعه دوستی نوحه دیوشتیچ بار اول نیست. آنها در گذشته با پل دست جمعی چند چاه عمودی کافته راه مرکزی دهه را منفرج کردند. در آینده نیت دارند که چند کارخانه و مرکزی خدمت رسانی سازند و امیدوارند حکومت محلی تشبثی آنها را دستگیری نماید. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه دیوشتیچ. و ولایت ختلون 14 می نقشه دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان را 100% اجرا کرده است. در 10 سال اخیر نخستین بار است که اجرای نقشه در این ولایت پیش از مهلت به اتمام میرسد. وزارت دفاع قبلا اطلاع داده بود که در ماه اول دعوت بهاری نقشه در سراسر کشور 70% اجرا گردیده است. بینندگان عزیز، در این ثانیه ها نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم، اما شما میتوانید در دلخواه وقت خبرهای از این بیشتر و نو را در سامانه رادیو آزادی پیدا نمایید. همچنین صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست. خود را احتیاط کنید و تا فردا خدا نگهدار.